دعوای من و دخترم. دعوا کنیم کشتی بگیریم. قیم مچ بخوابونیم. به گاز گرفتن نداریم. مارمولا گاز گرفتن نداریم. حافظه تاریخی نداره که همین مردم فقط در 8 سال گذشته 3 قیام بزرگ علیه حکومت داشتن، 3 خیزش سراسری. ملتی که ننشسته، ولی اگر بهترین فرزندانش با گلوله ظالمان به خون نشسته باشن، مردمی که الان میبینی گاز این مردم زخمی، گاز این جامعه بشین بابا تو لیست میزنی مارمولا. بشین ببینم اینقدر خودتو لیست نزن. اینقدر خودتو لیست نزن. اینقدر خودتو او که 47 سال وای تلاش کردن وایسی من و ایراد گرفتن از این مردم قربونی چیزاست گرد زرد خودش سیاه. این چه ترکیب رنگیه؟ کسانی که به اسم نخبگی مدام با حرفاشون، با تحلیلاشون، با نظریه پردازیاشون مردم رو به جامعه رو مقصر جلوه میدن و مردم رو ناامید میکنن. این رو بدونن که این گام برداشتن به سمت کشتن امید در مردم. حکومت به دست شما میخواد امید رو در این جامعه بکشه و امروز و در شرایط حال حاضر ایران بزرگترین جنایت در حق مردم و بزرگترین خیانت در حق ایران کشتن امید و تغییر در میان مردمان. خوشگل من تو با خدا گاز نگیر ماما. ما با هم دوستیم. امید به تغییر، امید به تغییر. ما با هم دوستیم. نکن این کارا رو. خستمون کردین بابا. خستمون کردین. از اینا هیچی نمیخواییم، فقط سرنگونی اینا رو میخواییم. فقط میخواییم که بذارن برن. بذارین برم. صدام و صدامیان نشدن